من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت الله نبود به شما عذاب بزرگی دست میداد. لمستکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم و ان الله تواب حکیم. همانا الله تواب هست، توبه پذیر است یا رجوع کننده است، بر شما رجوع کرد، شما را عذاب نداد. حکیم، الله کارهایش با حکمت است. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، الله زجر و توبیخ بیان می کند بر تهمت زنندگان. همانا کسانی که جاءوا بالافك، افک را آوردند، تهمت را آوردند. عصبة منكم، گروهی از شما، بظاهر جماعتی از شما. لا تحسبوه شرا لكم، الله می فرماید این قضیه را شما شر حساب نکنید، این قضیه را بد حساب نکنید گرچه بظاهر ناگوار است. بل هو خیر لكم، بلکه برای شما خیر است. چه خیریتی دارد؟ اولا به وسیله این جریان چه ثوابی به شما رسید، خاندان نبوت. بل هو خیر لكم لاکتسابكم به الثواب العظیم، به وسیله این ثواب عظیم کسب کردید. و ظهور کرامتكم على الله عز وجل، کرامت شما بر الله ظاهر شد، بزرگی شما، الله بزرگی شما را ظاهر کرد، ببخشید بزرگی و کرامت شما را ظاهر کرد. به انزال 18 آیه فی نزاحت ساحتكم، 18 آیه خدا نازل کرد پاکی ساحت شما را و حریم شما را. لذا این خیر هست و خیلی از احکام هم نازل شد. به خاطر همین الله می فرماید لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، برای هر مردی از اینها هست آنچه که کسب کرده از گناه. یعنی اینهایی که تهمت زدند، برای هر یک همون ضرب شلاق ها را بزنید، 80 جلدتا. والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، اما اونی که متولی بخش اعظم این تهمت است، متولی بخش اعظمش عبدالله ابن ابی بود، یعنی کار او بود. والاقرب في الرواية ان المراد به عبدالله ابن ابی بن سلول، مراد عبدالله ابن ابی بن سلول است. فانه كان منافقا يطلب ما يكون قدحا في الرسول، منافق بود و میخواست ضربه‌ای و عیبی و ایرادی در رسول الله ایجاد کند. بقیه تابع او بودند، بقیه فریب خورده او بودند. الله می فرماید والذی تولی کبره، اونی که متولی بخش اعظم این جریان بود، منهم از آنها، له عذاب عظیم، برای او علاوه از این حد قذف، علاوه از حد تهمتی که شما
او را شلاق زدید. علاوه از این برای او عذاب عظیم است، یعنی عذاب جهنم هست. عذاب جهنم در انتظارش هست. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. بازم سرزنش. الله می فرماید چرا زمانی که شما این را شنیدید، چرا مؤمنین و مؤمنات، مردان و مؤمن و زنان مؤمن نسبت به خودشان ظن خیر نداشتند؟ چرا بدگمان بودند؟ چرا بعضی ها باور کردند؟ چرا بعضی ها همراهی کردند؟ چرا نگفتند وقالوا هذا افک مبین؟ چرا نگفتند هذا افک مبین؟ این افک و تهمت آشکاری هست. الله سرزنش می کند، توبیخ می کند مسلمانان را. فقط عمر رضی الله تعالی عنه بود که گفت هذا افک مبین، هذا بهتان عظیم. چرا بقیه نگفتند؟ الله می فرماید لولا جاءوا علیه باربعه شهداء. اونهایی که تهمت زدند چرا 4 گواه نیاوردند؟ فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الكاذبون. الله می فرماید اگر 4 گواه نیاورند اینها نزد الله کاذبون هستند. کاذبند، دروغ گویانند، دروغگوییشون ثابت شد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة. لولا فضل الله اول خواندیم، اونجا جزایش ذکر نشد، اینجا جزایش ذکر، اعاده لبعد العهد است. الله می فرماید اگر فضل الله نبود بر شما و رحمتش، خدا بر شما هم فضل کرد هم رحمت کرد، فی الدنیا والآخرة، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا فضل کرد که به شما مهلت توبه داد، شما را عذاب نداد. حرف کوچکی نبود، باید همه عذاب می گرفتند ولی خدا عذاب نداد. والآخرت، در آخرت بر شما فضل کرد، توبه شما را قبول کرد. شما کوتاهی کردید در رابطه با این موضوع. رسول الله نمیتونست چیزی بگه، اهل بیت رسول الله بود، حریم و ناموس رسول الله بود، شما بقیه چرا؟ لذا باز هم چون الان توبه کردید، در آخرت هم الله فضل کرد با قبولیت توبه. اگر فضل و رحمت نبود لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. می رسید به شما در آنچه که شما فرو رفتید. فیما افضتم فیه، در آن موضوعی که شما داخل اون موضوع شدید، وارد شدید، به شما می رسید عذاب عظیم، عذاب بزرگ، عذابی بس بزرگ به شما می رسید. اما الله عزوجل شما را عذاب نداد، الله بر شما لطف کرد. اذ تلقونه بألسنتكم، باز هم توبیخ، همش سرزنشه، حرف معمولی نبود. زمانی که اون را شما به زبان خودتان دریافت کردید، یعنی زبان به زبان، و تقولون بافواهکم، و با دهن می گفتید ما لیس لکم به علم، با دهن می گفتید اون چیزی را که علمش را نداشتید. و تحسبونه هینا، الله می فرماید این جریان را شما بسیار آسان می دانستید، فکر می کردی گناهی برای شما نیست، در حالی که این موضوع معمولی از نظر الله نبود. و هو عند الله عظیم، این جریان نزد الله جریان بسیار بزرگی بود، خیلی سنگین، خیلی بزرگ، معمولی نیست که شما اینطور میپندارید که هیچ گناهی برای شما نیست. بازم الله زجر و توبیخ سوم یا چهارم، الله میفرماید وقتی که شما شنیدید چرا نگفتید این بهتان است، همیشه توبیخ. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا،
چرا زمانی که شما این جریان را شنیدید قلتم چرا نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما سزاوار نیست، برای ما لایق نیست ان نتکلم بهذا، اینکه چنین کلام بکنیم، چنین سخن بگوییم، سخن درشت، سخن سنگین مثل این سخن. سبحانك هذا بهتان عظیم، چرا اینطور نگفتی؟ خدایا تو پاکی، این بهتان عظیم هست، اهل بیت نبی تو هم پاک است، این بهتان بسیار بزرگی هست که بر ساحت مقدس رسول الله و حریم و خانه رسول الله این بهتان را درست کردن. چرا الله می فرماید اینطور نگفتی؟ همه چرا ملامت بودند. یعظکم الله ان تعودوا لمثله، الله تعالی بعد از زجر و توبیخ، بعد از سرزنش و نکوهش می فرماید خدا شما را موعظه می کند ان تعودوا لمثله، تا که دوباره مثل این اعاده نکنید، دوباره تکرار نشه ابدا، هرگز لئلا تعودوا لمثله، هرگز تکرار نشود. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی. ها، منافقین تکرار میکنند، منافقین تا امروز هم دارن میگند. گروه یاسر آل حبیب که به تعبیر بزرگان ما از شیعه انگلیسی هست، از اونجا داره در واقع تزریق میشه، هنوز تو شبکش علنا بر ام المؤمنین تهمت میزنه. مصداق این آیات اینها هستند، هنوز آیاتی که در رابطه با منافقینی که در زمانهای بعدی بعد از رسول الله این را میگه، هنوز اون آیات را جلوتر داریم. لذا الله میفرماید شما را خدا موعظه کرد تا ابدا دوباره تکرار نکنید اگر مؤمن هستید، اگر منافقید که منافق میگه. و یبین الله لكم الآیات، بعد از نزول براءت الله برای شما آیات را بیان میکند. والله علیم حکیم، الله علیم هست، دانا هست و حکیم هست، کارهای الله با حکمت است. دقت بفرمایید چرا الله عزوجل چنان دفاع کرد از حریم رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما میبینیم چه تأکیدی، هنوز آیات را جلوتر شما میخوانید، چه تأکیدی، چه سرزنشی، چه کلمات درشتی الله تعالی برای تهمت زنندگان. ولهم عذاب عظیم لعنوا فی الدنیا والآخره، خدا میگه در دنیا هم لعنت بر اینها، در آخرت هم لعنت بر اینها، یعنی در دنیا هم از رحمت خدا بدور، در آخرت هم از رحمت خدا بدور. ولهم عذاب عظیم، این کلمات سنگین و این کلمات درشت برای حوادث بسیار بزرگ اتفاق میفته. اولا چون که عرض کردم این تهمت در واقع به عایشه نبود، عایشه دخترکی بود 14 ساله. این تهمت در واقع هدف اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که رسول الله را میخواستند العیاذ بالله لکه‌دار بکنند. به خاطر چی؟ به خاطر نهضت رسول الله، به خاطر موضوع توحید. در مقدمه سوره عرض کردم که اونها این تهمت ها را میزنند چون که داعی توحید هستی. پس دشمنی اصل با خدا بود و با رسول الله بود. و بعد اینکه الله تعالی این گونه دفاع کرد از عایشه، عایشه هم زن معمولی نبود. من در چند جمله و چند کلمه خصوصیات و ویژگی های این مادر مؤمنان را خدمت شما عرض می کنم. عایشه رضی الله عنها از اون زنانی بود که الله عزوجل به پیغمبرش دستور داد عقد کند، همونطور که درباره زینب می آید. در حدیث صحیح ترمذی، سنن ترمذی داریم که تصویر و عکس عایشه رضی الله عنها را جبرئیل امین در لباس ابریشمی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان داد و گفت که این همسر شماست.
لذا از آسمان بهش دستور رسید. دوم، تنها دختری که در عقد رسول الله در آمد، بقیه همه بیوه بودند. عایشه رضی الله عنها بود. در میان تمام همسران این ویژگی را داره. سوم، شما ببینید اگر این زن معمولی بود خدا این فضیلت را بهش میداد که رسول الله صلی الله علیه و سلم امام الانبیاء سید اولاد آدم وقتی که وفات کرد در گود عایشه بود، در بغل عایشه بود، در بغل عایشه بود که روح مبارک پرواز کرد. افتخاری بود برای عایشه. عایشه همیشه در حدیث اینا به عنوان یکی از افتخاراتش بیان میکرد که ما بین سحری و نهری، روح رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که پرواز کرد سر مبارک بین سحر و نهر من بود، یعنی اینجا بر سینه هم گذاشته، بغل کرده بود رسول الله را. در این حال رسول الله از این دنیا رفت. این فضیلت به کی میرسد؟ بعضی شاید از شما که خدا بهشون توفیقی بده برای پدر و مادرشون خدمت بکنند، در آخرین لحظات وقتی که پدر در آغوش انسان باشه، مادر در آغوش انسان باشه و روحش بره، این بزرگترین افتخار برای یک انسان. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم در گود عایشه بود، در آغوش عایشه بود که از این دنیا رفت. این فضیلت معمولی و اندکی نیست. چهارم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حجره ها را تقسیم کرده بود. هر حجره را به یکی از همسران داده بود و رسول الله در حیات گفتی مال شماست. حجره ها مال زنان بودند، زنان پیامبر بودند. همه حجره های امهات المؤمنین جز مسجد النبی در آمدند مگر حجره عایشه که حجره عایشه مدفن رسول الله قرار گرفت، محل دفن رسول الله قرار گرفت، تکی از بهشت قرار گرفت. ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، تکی از بهشت قرار گرفت. و علما گفتند، علما نوشتند اون قسمت از حجره، اون قسمت از خاک و از زمین که متصل به بدن رسول الله است، از تمام زمین و حتی از بیت الله و حتی از بهشت هم فضیلتش بیشتره. این حجره مال کی بود؟ مال عایشه بود. کسانی که نمیخواهند اینها را قبول بکنند چه توجیهی دارند؟ الله عزوجل حبیبش را در اون خانه دفن کرد. و پنجم، عایشه رضی الله عنها می فرماید بارها اتفاق افتاد من و رسول الله زیر یک پتو و یک لحاف بودیم که وحی نازل می شد. برای هیچ یک از همسران این نبود، این فقط برای عایشه رضی الله عنها بود. و ششم، همین که شما اینجا می خوانید، براءت ایشان مستقیم از آسمان نازل شد. خیلی افراد را در دنیا تهمت زدند. الان ما نمیخوایم چنان مقایسه بکنیم که تنقیص بقیه بشه، بقیه را کم بزنیم، ولی مفسرین نوشتند از جمله کسانی که متهم شدند به این تهمت، یکی یوسف علیه السلام بود، یکی مریم علیه السلام بود مادر عیسی، و یکی عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما برای پاکی یوسف به قول علامه قرطبی که بنده این بحث را در سوره یوسف عرض کردم، طفلی گواهی داد، یا اینکه کسی از خانواده زلیخا، یک مرد عاقلی، مرد فهیم و رشیدی آمد و گفت دلائل را نگاه کنید. یک انسان آمد و عفت و پاکی یوسف را بیان کرد. برای گواهی مریم، پاکی و عفت مریم، اون طفل شیرخوار، طفل در گهوارین عیسی علیه السلام خودش گفت که مادرم پاکه.
اما برای پاکی و عایشه، بیان پاکی عایشه و عفت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، خود رب العالمین آیات را نازل کرد، گویا خدا خودش سخن گفت. این فضیلت معمولی نیست. چیکار میکنند مخالفین؟ چه توجیهی دارند؟ و هفتم عایشه بنت الصدیق هست، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، صدیقی که افضل امت بعد از انبیا هست، بهترین امت هست، صدیقی که در قرآن چند جا ذکرش آمده، صدیقی که صحابیتش در سوره توبه شما خواندید، اذ یقول لصاحبه، صدیقی که شما در سوره واللیل خواندید الله عزوجل او را اتقا نامید و سیجنبها الاتقا، متقی ترین انسان، صدیقی که تمام عمرش در خدمت رسول الله بود، مال و جان را فدا کرد. کسی که رسول الله اعلام کرد من همه را، هر کسی که به من احسان کرد پاسخ دادم بغیر از این مرد، اینه مگه خدا جواب احساناتش را بده؟ من نمیتونم. عایشه دختری اون صدیق بود. و هشتمین فقاهت و علم عایشه، بعضی میگن 1/3 علوم، بعضی میگن نصف علوم از عایشه روایت شده. فهمی داشت این مادر مؤمنان و چنان علم و درک و درایتی داشت که صحابه بزرگ کم می آوردند. هر مسئله گاهی عبدالله ابن عباس می گفت برید از عایشه بپرسید، گاهی علی کرم الله وجهه می گفت برید از عایشه بپرسید، عبدالله ابن مسعود می گفت اینا رئیس مفسرانند، اینا فقها هستند، اینا بزرگان هستند، می گفتم برید این مسئله را از عایشه بپرسید. چنان علمی داشت. همه صحابه می آمد از پشت پرده ام المؤمنین به ما جواب بده. موسی بن طلحه یکی از بزرگان است، میگه از عایشه فصیح‌تر و بلیغتر و عالمتر ندیدم. لذا الله عزوجل به این زن خیلی خصوصیات داده بود. این از هزاران مرد بهتر بود، این زن معمولی نبود. به این خاطر این آیات در وصفش نازل شد. لذا الله می فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. بعد از نزول براءت الله آیات را برای شما بیان میکنه. الله میداند با حکمت است. دوباره زجر و توبیخ بر گروه منافقان. هدف منافقین از این چی بود؟ اشاعه فساد و فحشا، بدنام کردن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، همانا کسانی که دوست دارند ان تشیع الفاحشه، شایع بشه فاحشه، فواحش یعنی گناهان عام بشه. فی الذین آمنوا، در میان مؤمنان، اونهایی که تهمت میزنن، اونهایی که هرچه به زبانشان میاد میگن لهم عذاب علیم، برای آنان عذاب علیم هست، عذاب دردناک هست. فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا هم اونها در واقع مورد حد تهمت قرار گرفتن، شلاق خوردند و مردم از اونها همه متنفرن، به بدی یادشون میکنن. در آخرت همچنین. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند شما نمیدانید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، باز هم الله منت میگذارد بر تائبین. بعضی صحابه که اشتباه کردند، ضرب شلاق خوردند، توبه هم کردند. الله میفرماید اگر الله فضل نمی کرد بر شما و رحمت الله نبود، اینجا هم جزا ذکر نیست. چهارمین جا ذکر است، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کسی از شما پاک نمی ماند. اینجا هم الله می فرماید ما زکا، همون جواب هست، هیچ یکی از شما پاک نمی ماند، شمایی که دیگران را تهمت زدید. و ان الله رؤوف رحیم، اما خداوند نسبت به شما رأفت و نرمی دارد، مهربان است، به دلیل قبول توبه شما. توبه شما را الله عزوجل پسندید و
پذیرفت. بعد از این الله تعالی موعظه می فرماید، ارشاد و راهنمایی می فرماید مؤمنان را که خلاصه این موعظه این است: این همه راههای بیراهه، این راههای شیطان هست، این در واقع راهنمایی شیطان است. مؤمنان باید از شیطان فاصله بگیرند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای مؤمنان شما پیروی نکنید از خطوات شیطان، گامهای شیطان، قدمهای شیطان. و من یتبع خطوات الشیطان، این نتیجه اتباع، نتیجه پیروی. هر کسی که پیروی کند از گامهای شیطان، بداند شیطان به کجا میبرد. فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان امر میکند شما را به فحشاء و منکر، به سوی کار بی‌حفتی، کار نادرست. بازم الله ولولا فضل الله بار چهارم اعاده میکند که جواب این ولولا فضل الله اینجا میاد. ولولا فضل الله علیکم، اگر فضل الله نبود بر شما ای صحابه، و رحمته و رحمت الله نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نمی شد هیچ یک از شما ابدا. ولی الله عزوجل بر شما فضل کرد، توبه شما را قبول کرد، شما را پاک کرد. ولکن الله یزکی من یشاء، الله هست که پاک میگردانه. بنویسی به دلیل توفیق توبه، به دلیل توفیق توبه پاک میگردانه هر کسی را که بخواهد، هر کسی را که الله بخواهد. ان تزکیة الله لكم و تطهیره و هدایته انما هی بفضله لا باعمالکم. اینجا خدا در واقع گفته که خدا، قرطبی این تفسیر کرده که خدا شما را پاک میکند، تطهیر میکند، هدایت میکند، به فضل خودش میکند، نه به اعمال شما. ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم، پس این که شما پاک در آمدید این به فضل الله است، لطف خدا بر شماست. والله سمیع علیم، خداوند میشنود توبه قولی شما را، علیم ندامت قلبی شما را هم میداند. اونایی که با دهان توبه کردن زبان هم خدا شنیده، اونایی که در دل توبه کردن هم خدا میداند. ولا یعتل اولو الفضل منکم، عرض کردم یکی از تهمت زنندگان حضرت مصطح بود، یک صحابی فقیری بود و پسر عمه حضرت ابوبکر صدیق بود، اما بسیار نادار بود. مصطح فقیر بود، طوری بود که حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ماهیانه به شهریه میداد، یا ماهیانه یا طبق عرف اون وقت مرتب جیرهش را میداد. وقتی که مصطح آمد، مصطحی که نمک پرورده ابوبکر صدیق بود، بر علیه دخت ابوبکر این تهمت بزرگ را همراهی کرد. ابوبکر اول چیزی نگفت، اما بعد از اینکه عفت عایشه رضی الله عنها و پاکی عایشه اعلام شد، ابوبکر و رسول الله و همگان فهمیدند که این تهمت زنندگان هیچ دلیلی نداشتن، فقط غرض و مرض بود. بعضی ها غرض و مرض، بعضی ها فریب. مصطح و حسان فریب خوردند و حمنه. لذا حضرت ابوبکر وقتی که متوجه شد مصطح مقصر است، مصطحی که تمام عرض کردم جیره و خرج خوراکش از ابوبکر است، مصطحی که از نظر فامیلی عموی عایشه به حساب میاد، اون بدون دلیل چنین چیزی بگه، ابوبکر سخت رنجید و سوگند یاد کرد که دیگه به تو هیچی نمیدم، یک درهم هم بهت نمیدم، قطع کرد. الله عزوجل نپسندید. این آیه تذکری هست برای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. الله فرمود شمایی که دارای فضل و سعه هستید، خدا به شما فضیلت داده، بزرگی داده، به شما مال داده، مال وسیع دارید، شما سوگند نخورید بر اینکه اولو القربا را ندید. شما دلتون بزرگ باشه، شما درگذر باشید، گذشت کنید.
عفو کنید. چیزی که اخلاق در واقع اخلاق الله هست، چون در احادیث آمده تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی شما خودتون را متخلق بکنید. خدای عزوجل بندگان را که در دنیا هرچی میده نگاه نمیکنه این مشرک اون مؤمنه، به مشرک ندم به مؤمن بدم، این دشمن من هست اون دوست منه. نه، الله عزوجل به همه میده طبق تقسیمی که کرده. بس اوقات به دشمنان خودش بیشتر میده. کافران بیشتر دارن میخورند از ما، امکانات بهتری دارند. پس الله عزوجل چیزی که خودش هست و خودش داره به بندگانش همون راهنمایی میکنه. لذا به ابوبکر گفت که شما به خاطر این موضوع که ناراحت شدی خرجش را قطع نکن، شما باید که سینه‌ات گشاد باشه، سعه صدر داشته باشه. بنده همینجا روی این آیه عرض میکنم خدمت بسیاری از عزیزان که خداوند عزوجل به اونها سعه مالی داده، وسعت مالی داده، به خویشاوندان خودشون میدن، به اقربا میدن، سعی بکنه همه را برابر در نظر بگیرن. یکی هست ما را خوشمون میاد از او، مثلا 2 برادر هستند، هر 2 برادر منند، از یکی خوشم میاد به او زیاد بدم، از یکی خوشم نمیاد ندم. این کار را نکنم. یکی مثلا پایبنده، یکی پایبند نیست، نه خیر. وقتی که برادر شما هستند، خویشاوند شما هستند، به فرزندان خودتون چیزی میدهید برابر بدهید. یک فرزندی طبق میل شماست، دل بخواه شماست، دوستش داری، به اون بدی. اون یکی که دوستش نداری ندی. این کار را نکنید. این از اون سعه صدر نیست، این از اون وسعت دید نیست، بلکه وسعت دید اینه که نگاه نکن کدوم یک طبق میلت هست، طبق دل بخواهت هست، کدوم یک نیست. به همه بده، به همه برابر بده، هم به خویشاوندان، هم به فرزندان، هم به برادران، هم به بقیه فقرا. بعضی وقت مردم میپرسند که یه فقیری هست در همسایگی ما نماز نمیخونه، جایز است چیز بهش بدیم؟ بله، اون باید، اون که نماز نمیخونه باید از گرسنگی بمیره. الله عزوجل به اون هم میده، شما هم بدید بهش. لذا شما نگاه بکنید چه کسی شرایط دادن را داره. شرایط دادن از فقر است، نه نماز خواندن. خب نماز خوان بهتره، ولی معنیش این نیست که انسان دیگه هر کسی که عمل نمی کرد بهش اصلا نده، قطع بکنه. اینجا هم به خاطر مصطح الله عزوجل تذکر میده ولا یأتل اولو الفضل منکم، سوگند نخورد، قسم نخورد اولو الفضل از شما، کسانی که دارای فضل و بزرگی هستند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بزرگی دینی داشت، بعد از رسول الله خلیفه رسول الله شد، لذا از بزرگان بود. و سعت، اونهایی که الله تعالی به اونها سعه داده، سعه یعنی وسعت مالی، فراخی مالی، اونها سوگند نخورند به این که ان یؤتوا اولی القربا، به خویشاوندان بدند، یعنی ندن. منظور سوگند خورده که سوگند نخوره که بده، چنین سوگندی نخورد که بده به خویشاوندان، به مساکین، به مهاجرین فی سبیل الله. این هر 3 صفت را مصلح داشت، هم خویشاوند بود، هم مسکین بود، هم مهاجر فی سبیل الله بود. لذا شما سوگند نخورید برای ندادن به این. چیکار کنیم؟ ولیعفو ولیصفحوا، باید عفو کنند، باید در گذر باشند. سبحان الله، گذشت چه چیز جالب و زیبایی هست. ولیعفو بنویسه از ته دل، ولیصفحوا با زبان، یعنی هم از ته دل ببخشید، هم با زبان ببخشید. باز خدای عزوجل ترغیب داده، تو که نمی بخشی، گرچه مفهوم این آیه نیست، مفهوم مخالفش هست. ما خودمون را میگیم، ما که نمی بخشیم هم دیگر را،
چگونه انتظار داریم خدا ما را ببخشه؟ الله عیناً همین سوال را میکنه الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ دوست داری؟ پس تو هم ببخش. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا شما دوست ندارید اینکه الله شما را ببخشد؟ والله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. وقتی که این آیه نازل شد الا تحبون ان یغفر الله لكم، در حدیث بخاری و مسلم آمده ابو بکر گفت والله انی احب ان یغفر الله لی، والله انی احب ان یغفر الله لی، قسم به خدا، سوگند به ذات جلاله، دوست دارم خدا منو ببخش. و در روح المانی آمده بلا والله یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، رب من، پروردگار من، سوگند به ذات تو، دوست دارم مرا ببخشی. پس ابوبکر فوراً جواب مثبت داد، فوراً اجابت کرد و بعد از اون جیرهش را ادامه داد و از مستح درگذر کرد. لذا الله فرمود الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سبحان الله، باز هم زجر و توبیخ، اما این بار همراه با تخویف اخروی. عذاب آخرت تهمت زنندگان را الله بیان می فرماید. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، این صفات عایشه هستند. همانا کسانی که یرمون المحصنات، تهمت میزنند زنهای پاک دامن را. ببین پاک دامنی از جانب الله تایید شد، هر کس قبول نکند آیه قرآن را قبول نکرده. الغافلات، اونهایی که غافل و بیخبر هستند، از این تهمت بیخبره، نمیدونه برای من تهمت زدند. المؤمنات، اونهایی که مؤمنه هستند، برای ایمان الله گواهی داد. چه فضیلتی بالاتر از این فضیلت میتونه باشه؟ لعنوا فی الدنیا والآخرة، این تهمت زنندگان مورد لعن قرار گرفتن در دنیا و آخرت. ببینید این بار چندم هست. قبلا هم الله تعالی فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. باز هم گفت آیا این تکرار نیست؟ این همه تکرار. بعضی از مفسران تفکیک کردند. چگونه تفکیک کردند؟ گفتند که اون اولی که گذشت اون مربوط به اون تهمت زنندگانی هست که قبل از اینکه عفت عایشه بیان بشه، قبل از اینکه آیات الهی نازل بشه تهمت زدند. این آیه در رابطه با اونهایی هست که با وجودی که آیات نازل شده باز هم میگن. منظور اینجا کی است؟ منافقین. اونهایی که با وجود نزول آیات هنوز همین اعتقاد را دارند، همین باور را دارند. پس اگر این توجیه درستی هست که هست، تکرار آیات را کم می کند، پس یکی از بهترین مصادیق این آیه، مصداق اصلی این آیه، علاوه از عبدالله ابن ابی و گروهش که بعد از اون هم با خود چیزهایی می گفتند در مجالس خودشان، منافقین زمان ما مثل یاسر الحبیب، این ملعون که تا به امروز صراحت داره میگه بر علیه ام المؤمنین عایشه، و کسانی که این عقیده و این تفکر را دارند دستهایشون می نویسند. اینجا الله از گواهی دستها هم گفته، دستهایشون می نویسند، فکرشون کار می کند، مقاله می نویسند. لذا الله می فرماید اینها همه مورد لعنت. ببینید آیات را، الله عزوجل عالم الغیب هست، عالم بما کان و بما یکون است. آنچه که در تا قیامت اتفاق میفته الله میدانه. گویی الله عزوجل شرایط امروز زمان ما را در نظر گرفته و این آیه را نازل فرموده.
الله می فرماید اینهایی که تهمت میزنند زنهای پاک دامن را، زنهای غافل و بیخبر را، زنهای مؤمن را، لعنوا فی الدنیا والآخره، ملعون شدند، مورد لعنت قرار گرفتند در دنیا و آخرت. ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب عظیم هست، عذاب بس بزرگ که کیفیتش را الله میداند. این عذاب کی هست؟ مدت و زمان عذاب. یوم تشهد علیهم، این متعلق لعنو هست، مورد لعنت و نفرین در آن روز، در آن روزی که تشهد علیهم السنتهم، روزی که زبان خودشان بر علیه خودشان سخن میگوید، و ایدیهم، دستهای خودشان بر علیه خودشان گواهی میدهد. عرض کردم دستهایی که نوشتند، دستهایی که خیانت و جنایت کردند، اینها بر علیه خودشان گواهی میدهند. و ارجلهم، و پاهایشان هر اقدامی کرده در این رابطه اونها گواهی میدهند. بما کانوا یعملون، گواهی میدن به آنچه که اینها عمل کردن در دنیا. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، اون روزی که خدا کاملا به اونها پاداش میده. دین به معنی جزا هست، دینهم الحق یعنی جزای واقعی اونها را، کیفر واقعی اونها را الله بهشون میده. اون روز به عذاب خدا گرفتار میشوند. اینجا در دنیا مغرورند، اونجا میدانند و یعلمون ان الله هو الحق المبین، میدانند که الله ذاتی هست حق و مبین، آشکار، یعنی حقانیتش آشکار است. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تتمه و پایان این داستان است. در آخر داستان الله عزوجل یک قاعده کلیه بیان می فرماید، یک ضابطه بیان می فرماید که این ضابطه حقیقت را به ما میگه. اون اینه که الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک برای مردان ناپاک، والخبیثون للخبیثات، و مردان ناپاک برای زنان ناپاک. والطیبات للطیبین، زنان پاکیزه للطیبین برای مردان پاکیزه. والطیبون للطیبات، مردان پاکیزه برای زنان پاکیزه. این یک تفسیر. بعضی گفتن مراد از خبیثات زنان خبیثه، طیبات زنان پاکیزه. اما بسیاری از مفسرین غیر از این تفسیر می کنند، معتقدند الخبیثات مراد زنان نیستند، بلکه صفات هست، عادات هست، سخنان هست. منظور اینه که الخبیثات للخبیثین، عادات ناپاک، کارهای ناپاک مثل زنا، مثل بی‌عفتی، این صفات للطیبین، ببخشید للخبیثین، برای مردان ناپاک است. یعنی عادات ناپاک مال مردان ناپاک. والخبیثون، و همچنین مردان، اینجا الان مرد و زن یکی هست، مردان ناپاک للخبیثات درست شدن برای کارها و برای عادات بد. اما والطیبات، کارهای پاکیزه، کارهایی که تو اونها عفت است، حیا هست، للطیبین برای مردان پاک است و انسانهای پاک. و الطیبون، و انسانهای پاک للطیبات برای عادات خوبند،
برای حیا، برای عفت، برای حجاب. بعضی اینجور تفسیر کردن. قال مجاهد و ابن جبیر و عطا و اکثر المفسرین، حتی قرطبی ادعا کرده اکثر مفسرین گفتن المعنى الكلمات الخبيثات من القول، کلمات خبیثات و اقوال خبیثه و عادات خبیثه للخبیثین من الرجال، برای مردان خبیث است. و کذا الخبیثون من الناس، مردان خبیث للخبیثات من القول، برای اقوال خبیث. به این معنا که این اقوال ناشایست را یعنی تهمت را مردان خبیث میگویند، یعنی مثل عبدالله ابن ابی منافقان میگویند. به این معنا هست. و عادتهای بد و کلمات خوب را، کلمات خوب مثلا در این جریان چی بود؟ کلمه حضرت عمر بود سبحانك هذا بهتان عظیم. این کلمات را مردان پاک میگویند. به این معنی هست. اما توجیه دوم، همون که توجیه اول قبلا عرض کردم، یعنی کأن تعالی یبین، الله تعالی بیان میکنه ان الطیبات من النساء، زنان پاک للطیبین من الرجال، برای مردان پاک، یعنی عایشه پاک برای رسول الله صلی الله علیه وسلم الله انتخاب میکند. ولا احد اطیب ولا اطهر من الرسول صلی الله علیه وسلم، هیچ انسانی اطیب و اطهر و پاکتر از رسول الله وجود ندارد. فازواجه اذن لا يجوز ان یکفى الا الطیبات، پس همسران رسول الله هم کف نمیشوند. هیچ کسی کف رسول الله نمیشه مگر طیبات کفش میشند، پاکیزگان مثل عایشه، مثل خدیجه، مثل حفصه، اینها هستند. لذا بعد از اینکه الله این را فرمود، در پایان این جریان میفرماید اولئک مبرؤون مما یقولون، این افراد پاکند. اولئک یعنی هم عایشه هم صفوان، به اون صحابی مظلوم هم تهمت خورد، اونها پاک هستند. مما یقولون، از آنچه که این منافقان میگویند، اینا پاکند، بدورند. اما اینهایی که این تهمت بهشون زده شد و تحمل کردن، لهم مغفرت و اجر عظیم و رزق کریم، برای اینها مغفرت هست و رزق کریم هست، رزق معزز هست. الله عز وجل به اینها رزق معزز میده در بهشت در قیامت و مغفرت، که این چنین تهمتی بر اینها از طرف منافقین وارد شد. صدق الله مولانا العظيم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل